حضرت ابراهیم رفتن سرزمین وطن اصلی را ترک کردند و به دیار شام آمدند، دعا کردند. پروردگار حضرت ابراهیم چنان تعریف میکند، چنان وصف میکند، فبشرناه بغلام حلیم. پروردگار در آیت مبارک، آیت 101 در سوره صافات بیان میکند: ای فاستجبنا دعاه، دعای ابراهیم الله میگوید قبول کردم. در دیار غریبی، در غربت دعا کرد، دعای او را قبول کردم. فبشرناه بغلام یکون حلیما فی کبره. حضرت میگه الله میگوید ابراهیم من فرزند دادم، فرزندی نیکی دادم که در کلانسالیش بهترین فرزندی آرام و فرزندی مطیع برای او دادم. الله میگوید این از قصه حضرت ابراهیم. در اونجا آیات‌های را من تفسیر کرده ایستادم که از بین سوره صافات این آیات‌ها را گرفته تفسیر میکنند. خداوند در دوام این آیات چی میگوید؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگه الله از زبان از حیات ابراهیم حکایت میکند، میگه فلما ترعرع و شب، هر زمان فرزند حضرت ابراهیم میگه الله فرزندی که برای او دادم، این فرزند نشو نما میافت، جسمی او به قوت میشد، جوانی در چهره او پیدا میشد. و بلغ سین الذی یمکنه ان یسع مع ابیه فی اشغاله. مفسرین میگوید همان سالی که رسیده بود فرزند ابراهیم، همان سالی که میتونید با پدرش یاردم کننده باشد در کارهاش. مفسرین میگوید و سن الثالث عشر، سن 13 ساله بود. روزی از روزا فرزندش را اسماعیل پدرش دست فرزند را گرفت و یک کمی دور رفتند و گفت قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. گوی فرزند من خواب بودم، در خواب را دیدم، انی امرت فی المنام ان اذبحک. فرزند من در خواب امر شدم که تو را باید من قربانی کنم. این چیزی آسان نبود. گوی فرزند من در خواب دیدم باید که با فرمان پروردگار سری تو را از بدن جدا کنم. فرزندی که با دعا آمده بود، فرزندی که حضرت ابراهیم هجرت کرد با دعای فرزند پیدا کرد. اما امروز در خواب ابراهیم آمد که فرزندی که با دعا و زاری پیش پروردگار دعا کردی الله برای تو داد، امروز امر می شود که این فرزند را در راه من سر را از بدن او جدا کن. گفت فرزند امر شدم. ببینید دعایی که به خاطر فرزند صالح از جواب فرزند صالح. ببین حضرت ابن عباس میگوید رؤیا الانبیاء وحی، خواب انبیا وحی است. گاه خواب در انبیا دو خیل وحی پروردگار برای انبیا می آید. یکی در بیداری خداوند اونها را به واسطه جبرائیل امین وحی رای میکند، دیگری در خواب هستند اونها را وحی رای میکند. محمد ابن کعب میگوید لأن الانبیاء تنام عیونهم ولا تنام قلوبهم، زیرا پیغمبرها وقتی خواب میروند از خواب دیگر انسانها خواب انبیا فرق دارد. وقتی انبیا و پیغمبرها خواب میروند چشمان اونها خوابند اما دلهای اونها خواب نیست. ما و شما وقتی خواب میرویم دلهامون هم خواب میکند، چشمان هم خواب میکند، اما پیغمبرها وقتی خواب میکردن چشمان اونها خواب بود و دلهای انبیا بیدار بود. میگه
محمد بن کعب میگه در تفسیر این آیت مبارک. بعد از آن فرزندش گفت فانظر ماذا ترى، ای فرزند فانظر فی هذا الامر، ای فرزند تو در این امر چی میگویی؟ ما رأیک فیه، فکر تو چه خیل است؟ حضرت امام ابن کثیر میگوید حضرت ابراهیم به خاطر فرزندش را نپرسید که اگر فرزند ناراضی باشد امر پروردگار را اجرا نکند، زیرا به این خاطر فرزندش را امتحان بگیرد که فرزند من در برابر حکم الله چی صبر دارد. ببینید فرزندی که با دعای صالح آمده بود در جواب پدر چی گفت؟ حضرت ابراهیم این کار عادی نبود. فرزند گفت سر تو را از بدن جدا میکنم، در خواب امر شدم از الله که تو را باید قربانی کنم. در جواب جوان اسماعیل چی گفت؟ ببینید جوانان خدا ترسه، جوانی که از دامن خاندان نبوت آمده بود، جوانی که از کمر ابراهیم آمده بود، با دعای پاک با لقمه پاک آمده بود. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ای پدر گفت هر چیزی که برای تو امر شده است، اگر سر منم از بدن جدا شود، اگر منم در راه الله قربانی شوم، امضی ما امرک الله، در امر الله ای تو هر چی الله امر میکند امر الله ای پدر بجا بیار. فستجدونی صابرا ان شاء الله، ای پدر وقتی من را سر من را از بدن جدا میکنی، وقتی من را قربانی میکنی، دان که اسماعیل در برابر حکم الله صبر دارد. جواب یک کودک را ببین، یک جوان را ببین چه جواب میدهد. در اوج حکایت ها را میارن از خانه مادر پدر لباس های زیبا را پوشاندند. مادر گمان داشت که ابراهیم با فرزندش نزد یگان دوستاش می رود. مادر نمی دانست که فرزندی که با دعا آمد، این قدر رنج و عذاب و هجرت و این قدر جدایی که بود، دعا آمد این فرزند امروز در راه الله قربانی می شود. وقتی میگه ابراهیم آورد اسماعیل جای همون جمرات سنگزنی که در جای حج است، بعد از آن این تاریخ این حادثه از آغاز می شود.